با نام خدای مهربان سلام. برنامه نوبتی کتابخوان است و امیدوار هستم که همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. نور، برکت و علم و معرفت در خاندانتان. برنامه نوبتی کتابخوان است و باز در یک صحبت دیگر با یک صحبت دیگر در خدمت شما خواهیم بود و هم صحبت امروزه من یک نفر جوان واقعا خیلی موفق، اولیم جان اولیموف هستند. من باید به بیننده برنامه کتابخوان بگویم که اولیم جان نوبسته از اونه که خیلی جوان هستند، در تربیت هزارها نفر دانشجویان و خوانندگان مکتب سهم دارند. یعنی سالها است که با تعلیم و تربیت مشغول هستند، با تحقیق مشغول هستند، طبیب هم هستند و اینچنین بلوگری هم میکنند در شبکه‌های اجتماعی و خلاص یک جوانی سرتلاش و سرحرکت، کتابخوان و کتاب دوست. حالا احوال دارد و یک علیم، یک محقق جوان امروز زندگی رو در شهر چگونه پس سر میکنید و حالتان چگونه است؟ بار دیگر تشکر اکای دلیر برای دعوت کردن به برنامه. حالا در شهر زندگی رو خیلی خوب پس سر میکنیم. زندگی خوب است، سلامتی خوب است، قریب که یگان مشکلی جدی نداره. یک از راهبران مرکز آموزش اینتلکت هستین و با تربیت تعلیم مشغولین و خیلی میبینم که تلاش‌های زیاد میکنید و گفتید که 10 سال است که در این سمت کار میکنید، تلاش‌های زیاد انجام دادید و شاید با کمک‌های شما، با درس‌دهی شما هزار نفر در دانشگاه‌های تاجیکستان و بیرون از آن دانشجو شدند. بگویید که به همین سمت این رفتن و این موفقیت‌ها از پس کی بود؟ از پول، ثروت یا پدرتان کدام منصبداری بود و چرا شما محض به سمت علم رفتید و کی شما رو کمک کرد؟ برای خواندن، دانشجو شدن و کار کردن کسی از قفای ما نبود، نه ثروت، نه مبلغ، نه پدر، نه مادر، نه کسی دیگر. اصلا من در مکتب اینترنت نوحی عبدالرحمن جمعی تحصیل کردم و این هم از حساب وزنین بودن شرایط مادی و معنوی بود. یکی از سبب‌های خواندن ما این بود که خوانندگانی که این مکتب رو ختم کرده بودند در دولت‌های خارجه و در داخل کار می‌کردند و آنها مدام هر سال به این مکتب تشریف می‌آوردند و با معلمان صحبت می‌گذاردند، با ما صحبت می‌گذاردند، ضیافت‌ها می‌دادند و ما آنها رو دیده خوشنود می‌شدیم و فکر می‌کردیم که حتما خواندن در کار. اکثرا آنها با ما پیشنهاد می‌کردند که خواندن و علم آموختن راهی بهترین برای زندگی. شما با برنامه ده ها دستورهای متدی علمی رو وارد که روی این دستورها نوشته شده است. اسم شما یعنی اولیم جان اولیموف و این در رویه آناتومیا، بیولوژیا، اکولوژیا و بوتانیکا و شما در رویه های این علمی طبیعی ریاضی جدی مشغول کار هستید. ولی یک گروه از جوانان در کشور و شاید مردم امروز به این خلاصه رسیدن که دیگر علم جایگاهی ندارد، از پشت علم نمیشود اینجا زندگی کرد، کار کرد و فعالیت کرد. دعوت شما با برنامه همین است که ما بفهمیم که تا کجا همین اندیشه درست است و امروز حداقل من 15 دستورهای متدی رو در روی این میز میبینم که با قلم شما، زحمت شما تعلق دارد. بگویید که چرا شما اینقدر خوشباور هستید و دیگران مثل شما این گونه باور و انرژی ندارند؟ آیا واقعا باید ما دیگر از علم دیر سرد باشیم یا شما نظر دیگر دارید؟ از علم و دانش، مطالعه، کتاب نظری من در زندگی هر چیزی که میبینم از پشت علم میبینم و اصلا اون کسایی که چونی فکر میکنن، من فکر شخصی من است که آنها یا از پشت علم نبودن یا علم رو درست استفاده کردن نتوانستن. این به ماننده که کسی که سلاح دارد میخواهد جنگ کند و در وقت جنگ سلاح رو استفاده کردن نمیتواند و دائما شکایت میکند که این سلاح هیچی به کار نمیاد، حالا که خودش استفاده کردن نمیتواند. اگر چخیلی که فردوسی بزرگ میگوید علم به عمل چیار گردد قدری تو یک هزار گردد. یعنی باید علم رو استفاده کرده توانست و اون کسایی که باز میگم همین چنین فکر میکنن، آنها در گرد اون در اطراف آنها دائما آدمانی به علم هستن و اون کسانی که از علم یگان بهره نگرفتن. اصلا من صدها هزارها دوستان و شناسایی دارم که همه آنها صاحب علمن و از پشت علم به همه مرتبه رسیدن. خلاصه در هر جبهه‌ای که ما میگیم علم مهم است و به علم یگان راهی موفقیت وجود ندارد. بعضی جوانان با من زنگ میزنن، مراجعت میکنن که اکا ما 2 دیپلم سرخ داریم، فلان دانشگاه تمام کردیم، در خارج تحصیل کردیم و دانشگاه رو با بهای اعلی ختم کردیم ولی امروز نمیتونیم صاحب کاری موفق شدن یا زندگیمون رو بهتر کردن و خواندن بهوده است. فکر میکنه چرا این بعضی در این کشور به این حالت دچار میشوند؟ این چی است اساسا؟ یعنی شما میگید که فقط عمل نکردن است یا عامل های دیگر هم وجود دارد؟ فکر میکنم این عقیده غلط است و
شخصا خودی من که به حد زندگی وزن رو پس سر میکردیم از پشت علم به یک جای اومدیم. همه این محض از پشت علم و تلاش علم بود. به علم فکر میکنم با چنین جا اومدن ناممکن بود. کسایی که چنین فکر میکنن که ما علم آموختیم، یک چند دیپلم داریم و در یگان جای کار نداریم و امکانیت ندارد، فکر میکنم غلط است. و بعضی کسایی که مثلا حتی که یک چند دیپلم دارن یک کسب رو اختیار میکنن میروند و در این کسب موفق نمیشن، فکر میکنن که این کسب انتخاب کردهشون غلط است، باز دیگر اختصاص رو میگیرن و یک چند اختصاص رو میخونن و یکی از اونها رو حتی که با پورگی نمیآموزن که آموزن و اون رو عمل کنن و به جای مثلا برای زندگی خودشون برای فعالیت کردن مثلا درست استفاده کرده توانن. ما امروز مرکز داریم، مثلا معلم شیمی، بیولوژی، فیزیک و معلم برای ما به نهایت معلم ضرور است و ما حتی که نه دیپلم چیزی رو از او طلب نمی‌کنیم، یگانه شما تنها کار خود رو صدقاً کرده توانید و کار شما ارزنده باشد. و چون این معلمای افتن به نهایت مشکل است و بعضی کسا دعوا میکنن که ما یک چند دیپلم داریم و بعضی آنها رو ما به ملاقات برای صحبت دعوت میکنیم. در حقیقت درست میگن، یک چند دیپلم دارد، نه که وابسته به دیپلمش در یگان تشکر کردن نمیتواند. یک چند دیپلم دارد، اما فکر میکنم داشتن دیپلم مهم نیست. داشتن دیپلم هم یک دیپلم داشته باشید نه که درست امورا کار کرده بتونید. اگر 10 دیپلم چه بماند که یک از 100 اصول رو میدوند ورزشگر، اما یک اصول رو درست اجرا کرده یکی از اونها رو با پورگی اجرا کرده نمیتواند، دائما مشق میکند، تمرین میکند، باز در همو وقتی مسابقه شکست میخوره. سبب در اون است که هم یک توی اون رو با پورگی خوب از اودش برآمده نمیتواند. وقتی که آدم علم دارد، دانش دارد و ظرفیت دارد، دیگه دیپلم برای اون مهم نیست. حالا گفتید که آموزگاران در مرکز شما کار میکنند و این آموزگاران چگونه انتخاب میکنید شما و چگونه کار میبیند و کار میکنند؟ چون یکی از مشکلات رقمی یک در کشور امروز نرسیدن آموزگاران است. شما چقدر جلب میکنید آموزگاران و چقدر انتخاب میکنید؟ عین حاضر ما آموزگاران رو همچون به طریق امتحان قبول میکنیم و در حقیقت از بیرون وقتی که ما معلم قبول میکنیم قریب که یافتن مشکل است و نمیابید شما و ما عین حاضر برای آموزگاران رو خودمون آماده میکنیم در مرکز، مدت 1 سال تیار میکنیم و از بین آنها بهترین آنها رو ما قبول میکنیم خودمون و یک قسمت دیگری آنها رو که ما قبول نمیکنیم آنها باز در جای دیگر میروند یا که خودشون با کار دیگر مشغول میشوند. یعنی یک روش خوب است که خودتون دیگر میدونید که همین آموزگار چقدر ظرفیت دارد، چه کارها رو انجام میدهد. امروز میبینیم که مرکز شما رو نفران زیاد ختم کردند و در دانشگاه‌های داخل و خارج داخل شدن و خیلی پیشروی هم دارند. فکر میکنید همین سر موفقیت مرکزتون در چی است؟ دیده از مکتب‌هایی که در ما وجود دارند، چی است اساس موفقیتتون؟ فکر میکنم در مکتب ما یک چی داریم، امتحان در دوام 21 روز ما امتحان میگیریم و در این امتحان داوطلبانی که حدی ضروری مثلا علم رو از خود نمیکنن آنها رو جواب میدیم. فکر میکنم از پشت این آنها زیادتر توجه میدن که برای نرفتن خواندن رو دوام دهن. از پشت این است، به خاطر که یاد دارم 2 سال پیش یک حادثه شد که ما 4 داوطلب که نمیخوان در وقت اگزم 4 داوطلب اگزم رو افتیدن و آنها بسیار کوشش کردن، آنها بسیار خواهش کردن و ما آنها رو اجازه دادیم خوانن و بعد از 21 روز امتحان پیش آمد شماره آنها به 8 نفر رسید، به 8 نفر و خلاصه دل ما نشد که آنها رو 8 نفر رو اگر جواب دیم از یک نظر فکر هم از حساب بودجت و هم از حساب رفتن اونها باز در کوچه چی میکنن ما آنها رو فکر کردیم و در اگزمین سیوم شماره آنها به 16 نفر رسید و ما مجبور شدیم که 16 نفر رو جواب دیم، دیگر علاج نداشتیم. چون که اگر ما باز همه آنها رو نگاه می‌داشتیم ممکن که این بیماری تمام فساد تمام مرکز ما رو فرا میرسید. ترتیبم یک قاعده است، انگشتی که فساد میگیره در حال آن رو از کم بالاتر جدا کرد. اگر شما امروز آن رو جدا نکنید آینده مجبور میشه که دست رو از
تن جدا کنید. از این رو فکر میکنم سری موفقیتش یکم همین است. یعنی در این جامعه خیلی یک مثال خوب است که فساد رو از همون ریشهش باید کند. اگر از ریشه کنده نشود روز میتواند یک کشور رو برهم بزند، یک نظام رو از بین ببرد و یک دولت رو برهم بزند. ای کاش ما سر این مثال ها، این فکرها جدیتر فکر میکردیم. ولی شما در شبکه اجتماعی هم با بلاگری مشغول هستید و یک نوع تبلیغ میکنید بعضی رولیک های طبی رو. فکر میکنید همین کار که امروز خیلی موچید است در بین اکثر طبیبان جوان تا کجا روند صحت است و چرا شما این کار رو میکنید؟ آیا این برای خود طبابت کنی مردم یگان خطر ندارد؟ نظر من مثلا در سوالی که شما دادید، نظر من چی است؟ مقصد اساسی من یکمین درجه باید مردم رو آگاه کنیم که یاری اولین طبی رو درست براه مانده توانند. خود در داخل خود در خارج، مثلا مسافران در شهر روسیه وقتی کار میکنند یک کس از یک بلندی میافتد، فرض کردیم ستونموره اون میشکند. وقتی ستونموره شکست، حالا این امکانیت دارد که پورا برقرار شود، مثلا این صحت میشدگی کار. وقتی که اون رو یاری میرسونن از دو طرف میبردارند، در این وقت در بین ستونموره حرامز گفتن یک عصب است، اگر همین کنده شود قسمت پایانی او کار نمیکند. عصب که نادرست یاری میرسونن با جایی که یعنی خوبی خیرسونه، با جایی که اون رو با جایی که حالت اون رو بهتر کنن و حالت اون رو بدتر میکنن. فکر کردم که کمی هم باشد برای کمک اولیه طبی خلق رو آماده کنیم. چیزای عادی و کارهای عادی رو در خانه تا طبیب اومدن تا اون رو با بیمارخانه آوردن، در خانه این کارو کردن رو آموزن. یکمین درجه همین است. دویمش سر وقت مراجعت کردن مردم رو با بیمارخانه فهمونیم، زیرا که بعضی بیماری هست که در دوره اول آنها با آسانی برطرف می شود و صحت می یابند و از سبب اونه که آنها دیر مراجعت میکنن، یعنی از حالتی در طب از حالت شدید و حالت مزمن یعنی کرونیکی. وقتی که حالت شدید در مد اول اگر آنها به بیمارخانه مراجعت کنند امکانیت دارد به آسانی صحت شوند. وقتی که مدت دراز شد و آنها را حتی به دولت‌های پیشرفته برای دیگر طبابت نمی‌یابند. مقصد ما کوشش کردیم که فهمونیم سر وقت شما در کدام حالت‌ها با طبیب یعنی با بیمارخانه مراجعت کنید. شما در شبکه‌های اجتماعی میگذارید خصوصیت‌های توصیوی دارن و چه اولیه هستن. یعنی منظور من این است که این شبکه‌ها با مانند همین گونه بلاگرهای طبی خیلی زیاد شده است و ترس ما از این است که اگر مردم شروع کنن به خود طبابت کنی آیا این ضرر نمیبینن؟ از همه حالتی بدترش انمی خود طبابت کنی است. اگر این حالتایی که ما نشون میدیم عکسی حال شود و آنها در خانه نشینن و به خود طبابت کنی اگر مشغول شوند، آنها فرصت را از دست میدهند و از همه حالتی بدتر نشد. ما برعکس میفهمونیم که آنها به خود طبابت کنی مشغول نشوند و در حال به بیمارخانه مراجعت کنند و بسیار وقت در بین مردم نمیدونن که هر یک عضوش در میکنه حتی به کی مراجعت کنند. یعنی شما فکر میکنید که خطر ندارند این چیزها؟ یعنی این قدر مردمی که به این کار مشغول میشوند و هیچ جای بدی هم ندارند؟ فکر میکنم اگر هدف همین چی باشد، بلاگری باشد و هدف رکلام کردن و مبلغ کار کردن باشد، در این مورد میتواند که آنها به هر چی دست زنند برای یک پرسموتر زیاد شدن، میتواند که هر کاری که مثلا ضرر هم داشته باشد کردن گیرن. زیرا که باز در اگر دونید در سامانه‌های اینترنتی هر چیزی که شما نادرست میگوید همون پرسموتری زیادترک میگیرد، تماشابین زیادترک میگیرد. همین خوب است یا بد است؟ با فکر شما همین روندی که در جامعه شما مشاهده دارید که هر چیزی پس تماشابینی بسیار میگیرد، چیزای علمی، مصاحبه‌های خوب و مصاحبه‌های اخلاقی و تربیوی و رولیک‌های تربیوی چیزی کم میگیرد، این برای همین جامعه همین روند چیزی خوب است یا چیزی بد و چی پیامد داشته میتواند؟ فکر میکنم از همه بدترین حالتش انمی میشد که وقتی که خلق یعنی این خصوصا جوانان توجهشون زیادتر به چیزهای علمی نه، برعکس به چیزهای بیهوده‌ای که وقت رو ضایع میکنن به او زیادتر روانه کرده شده است. به مانند قصه فتح اندلس اسپانیا از طرف پرتغالی ها چگونه بود؟ وقتی که بار اول خواستن پرتغالی ها اندلس اسپانیا رو فتح کنن، به این کشور لشکر کشن و آنها علیمان دانشمندان خود رو روان کردن به این کشور و گفتن ببینید که خلق به چی مشغول است. و بار اول وقتی که اومدن دیدن که خلق جوانان به خواندن به علم مشغولن و علیمان به خلاصه اومدن که حالا وقتی لشکر کشیدن نیست، زیرا که خلق بیدار است
خلق اسوده این کار به خوبی میبراید، یعنی ما شکست میخوریم و کمی انتظار شدن وقت یک بعد از چی قدر وقت فاصله وقت آنها دویم باره روان کردن عالمان و دانشمندان رو و حالا هم در بین جمعیت دیدن که آدمانی روشن فکر وجود دارن که دایر به علم و فرهنگ صحبت میکنن. حالا هم گفتن انتظار شوید. وقتی که بار سوم آمدن و هنگامی که در دروازه شهر وارد دروازه شهر شدن، دیدن جوان در زمین نشسته و گریه میکند و پرسیدن ای جوان برای چی گریه میکنی؟ و جوان پاسخ داد که مرا معشوقم ترک کرد و در حال گفتن لشکر رو آماده کنید، اندلس اسپانیا برای فتح کردن الکی خودش آماده است، به یگان مانع ما میتونیم این رو از خود کنیم. ببینید که در اینجا همش از حساب علم است. دیدن که علم فرهنگ پس رفت، الکی این دولت و ملت خودش الکی به نشی و به شکست اوجه چی شد؟ مقصد آماده شد. یعنی جامعه که علم ندارد، دانش ندارد، فرهنگ ندارد، قدرت ندارد دیگر، نه قدرت استقلالیت دارد، نه قدرت فکری دارد، نه قدرت تحلیل دارد و این جامعه میتوند بدون هیچ جنگ هم شکست بخورد. ما یک اصطلاح داریم در این ژورنالیستی، جنگ اطلاعاتی، و در فضایی که جنگ اطلاعاتی اینقدر قوی است در جهانی رسانه ها و همین گونه برای که میگن شما دیگر کسی نیستید، شما چیزی شدن نمیتوانید، همه چیز شما از بین رفته است، شما حتی به گذشتهتون افتخار کردن نمیتوانید، زبان شما دیگر به کار نمیآید، خلاص شما هیچ کس نیستید. و این ملت وقتی که هر روز این رو شنیدن میگیرد واقعا به هیچ کس تبدیل میشد و شکستن این گونه جامعه به فکر من آسان میشد و میتواند بدون کدام جنگ هم خودش شکست بخورد، بدون کدام تحولاتی هم خودش شکست بخورد و از بین برود. در عالم غرب دویما گپ میزنن که ثروت این قدرت است. من فکر میکنم آنها ما رو فریب میدن، برعکس ثروت نه بلکه علم قدرت است. یک مثال عادی میگیریم در طب، مثلا خود در دولتی ما، خود در دولتی همسایه و خود در دیگر دولت‌هایی که پیشرفتن مقصد مقایسه میکنیم از نگاه تیپ، همین در خلقی که آدمی که در تاجیکستان در دولت ما زندگی میکنه و در گرمانیا، هر دو اینها از نگاه ساختار مانندن، یگان فرقیت ندارن و آن موادهای شیمیایی و رستنی‌هایی که برای طبابت یعنی از آن مواد دارویی تیار میکنن، این هم در همان دولت ها و در ما قریب که برابر است، یگان فرقیت ندارد و فرقیت در اینجا یک چی است، این علم است. وقتی که آنها اگر علمشون از ما زیادتر است، ما رو درست‌تر می‌آموزند و مواد دارویی رو درست‌تر تیار میکنن و درست‌تر طبابت کرده میتوانند. وقتی که ما اگر درست‌تر نمی‌آموزیم، علم نداریم، ما آدم رو هم درست آموخته نمیتوانیم، مواد دارویی هم، و در نتیجه کاری ما خودش به نال برابر میشد، چون که ما نداریم، ما نمیتوانیم این کارو کردن. این کتابی که شما آماده کردید، این گونه کتابات نه تنها در مکتب میونه، بلکه شاید در بعضی دانشگاه‌های کشور چون این کتابایی که در مرکز شما هست نباشد، شما یگان نظری خاص، یگان پیشنهاد، یگان فکری دارید که ما همین علما رواج یابند، تبلیغ شوند و بیشتر جوانان به این سمت بیان، چون ما خیلی نیاز شدید داریم به این علم ها. مثلا ما همین سینگاپور اگر در مثال میبریم، سینگاپور چیکار کرد برای که هرچی بروقتر موفق شدن، حالت آنها از حالت ما خیلی وزنین‌تر بود. اگر دوره‌ای که رشد سینگاپور اگر با دولت ما مقایسه کنیم، آنها وضعیت آنها از ما هم وزنین‌تر بود. آنها توانستند که در مدت کوتاه با یک موفقیت کلان نایل شوند. سبب در آن بود که آنها یکم کار کردن از داخل مکتب، همون داوطلبان خوانندگانی که به سطح بلند دارن خوبتر، همه آنها رو به دولت‌های غرب و دولت‌های پیشرفته روان کردن، خواندن و برعکس آوردن دوباره و با این رو یکم کار کردن. آنها چی گفتن؟ باید ما سطح علم رو پیش بریم، یعنی علم رو با این رو مقصد توانستن که از غرب و از دیگر دولت‌های پیشرفته علم رو گرفتن و در اونجا شعارشون این بود که ما از حسابی که دیگر شرایط امکانیت‌هایی که مثلا گاز و نفت و دیگر چیزهایی که نداریم، ثروت‌ها در ما مشکل‌تر است، یگانه ثروت ما باید این آدمان باشند. ما آدمای تیار کنیم که آنها از حساب علم توانند مقصد
давлат ро миллат ро хело ба сатҳи баланд бурда расонанд. بیاید درباره کتاب‌های آماده کرده شما بگیم، یعنی کتاب و دستورالعمل‌ها بگیم خوبتر میشد برای آموزش. شما اینا رو از کجا دسترس میکنید؟ چگونه تهیه میکنید؟ و اینقدر خیلی کارهای زیاد انجام دادید، مخصوصا در زولوژیا و بیولوژیا و شیمیا و وقت نداریم که هر یک اینا رو ما معرفی کنیم. شما فقط بگید که چگونه تهیه میکنید و از کجا دسترس میکنید. این کتاب‌هایی که میبینید مقصد این کتاب‌ها محصول کاری من تنها نیست. در اینجا ما از قسمت زیادی مواد رو از زبان انگلیسی، از کتاب‌های انگلیسی و کتاب‌های روسی میگیریم و ما یک تیم، یک گروه داریم که برای مخصوص به بخش کتاب و مخصوص دویر به بخش کتاب است، قریب که 8-10 نفر میباشن. اونها دویمو از پشت علمن، از پشت تهیه کتاب هستن. یعنی میشینن فقط کارشون تهیه دستورالعمل‌ها، دانش‌های نو از کشورهای خارجی مثل امریکا و اروپا میگیرن و وارد جامعه میکنن و با زبان تاجیکی ترجمه میکنن. ما تخمینا 3-4 نفر معلمان داریم که به حد سطح آنها خوب است. آنها از زبان انگلیسی دل خو کتاب ها رو اگر در همین برای اینمی کتاب رو از زبان انگلیسی به تاجیکی ترجمه کردن، برای معلمای ما یک دوام 2 روز 3 روز وقت لازم است. در 3 روز میره با زبان تاجیکی ترجمه میکنن، آماده میکنن. یا اینکه این کتابی که میره با زبان روسی، از زبان روسی به تاجیکی ترجمه کردن 1 روز 2 روز هم کتاب تیار میکنن. نه برای تیار کردن کتاب ما یک 10 کتاب رو تیار میکنن، میبینن 10 کتاب رو معلمان میخونن و مغز آنها رو، محتوای آنها رو ما از نو مینویسیم، تیار میکنیم و آنها رو چی میکنیم؟ وارد علم میکنیم. شما همه روزا نظارت میکنید که در علم، مخصوصا این علم‌هایی که شما گفتید، همیشه یک نوآوری انجام شدن میگیرد. یعنی شما اون نوآوری را میآموزید که بعداً وارد جامعه کنید. و چرا کتاباتون را به دیگر مکتب‌ها تبلیغ نمیکنید، به دانشگاه‌ها نمیفرستید یا در همکاری با وزارت امارات و دیگر نهاد اینها رو عمومی نمیکنید که بیشتر تبلیغ شوند؟ این خیلی نیت‌ها ندارید؟ نیت‌ها داریم. مثلا همین کتابی که ما اینم کتابی کتابی بوتانیکا تخمینا اگر ما مقایسه کنیم با کتابی درسی مکتبی، 40%ش الکی چیزهای نو است که در چیزهای نو است که در برنامه مکتبی مقصد اینها رو نمیگذارن. الکی نیست، این چیزهای نو است. کتابم خیلی جالب است. روی من فکر میکنم که دیزاینرش ما بیشتر تکیه کردیم به گرمانیا. مقصد چرا به آلمان تکیه کرده؟ نمیدونم. بسیاری همه وقتی که دیزاینر بچه‌ای که ما همون دیزاینرام اونها خود معلم هستن و اونها زیادتر وقتی ما نگاه کردیم از همه برای ما پسند همین گرمانیا آمد. راستی آلمان کشوری پیشرفته است، هم کشوری قدرتمند است و باشد که ما برسیم به سطح آلمانی ها. و من میبینم که خیلی از یک طرف دیگر نوبسته با ناامیدی ها، نوبسته با پس بودن سطح علم معارف در کشور، باز جوانانی هستند که دست به این کار میزنن و ما امید داریم که در آینده ما به یک نتیجه دلخواه برسیم. چی کارهای دیگر کردن در آینده علم جان برای تبلیغ علم، مخصوصا علم های روی طبیعی ریاضی؟ ما نقشه داریم که هم از برنامه تو مکتبی و بعد از مکتبی نیز چنین موادها رو تیار کنیم و در سطح بین المللی. عین حاضر ما دویر با برنامه مکتبی آماده میکنیم داوطلبان رو و بعد از اونی که اونها الکی به دانشگاه طبی داخل میشوند و اونها رو در برنامه دانشگاهی نیز ما کورس آماده کردیم، آنها رو باز دوباره گرفته در این کورس آماده میکنیم و عیناً در اینجا ما وقتی که آناتومی آدم وقتی در یک کورس یک میگذارن دانشجو، فکر میکنیم که دانشجوی ما در همون سطح میگذاریم که از دانشگاه انگلیا، از دانشگاه امریکا فکر میکنم فرقیت نداره، چون که این نظریوی است. ما نظر آن رو در سطح آنها تیار کرده استیم، چون که همون کتابایی که آنها میخونن ما از اون کتاب ما استفاده میکنیم. بازار کاری که شما کردید نظریوی است و این را در شرایط لابراتوری دیدن چه خیلی است. مثلا شما نیت ندارید که، چون من از با یک علمی صحبت میکردم، میگفت در نظر بعضی بچهای تاجیک خیلی قوی هستن، ولی وقتی که واردی تجربه‌گاه ها، آزمایشگاه ها میشوند و یعنی میخوان در همون لابراتوری ها کارشون بسنجن، نمیتونن با دستگاه ها کار کرد. نیت داریم الکی ما بعضی مولیاژ میگن بعضی چیزهایی که در همین تیپ لازم است، الکی بعضی آنها رو از دولت، از خیتوی و از روسیه و از دیگر دولت ها الکی درخواست کردیم و آنها در راه حاضر
باید بیاین. مقصد ما نیت داریم. این کاری به نهایت مشکل است، اما اگر همین کارو ما نکنیم ما پیش نمیریم. ببینم که بجز این کتاب‌های تخصصیتون، یعنی اختصاصیتون، باز چند کتاب دیگر هم آوردید. بیاد درباره این کتابا کوتاه بگویم و برنامه را جنببست بکنیم. شما بجز این کتاب‌ها باز کتاب‌های دیگه هم میخونید و من فهمیدم شما که از مبلغان کتاب هستید، دوستدار مطالعه هستید و برای همین شما رو با برنامه کتابخوان دعوت کردیم. شروع کنیم از کتابی گلصفت شهیدی. من این شخص رو و این کتاب رو در برنامه کتابخوان دیده بودم و همون روزی که بعد از برنامه که برآمد من در حال رفتم این کتاب رو راستی گرفتم. اول کمی مشکل تر بود برای که ما کمتر این کتاب ها رو میخونیم و در حقیقت همین کتاب برای زمان ما و برای جامعه ما در حقیقت درست است. فکر میکنم که خواندن هر یک کس حتمی شرط و ضرور است این کتاب رو. گلصفت شهیدی، اهریمن، حکمدار ظلمات. این کتاب رو میتوانید از دلخواه فروش کتاب‌های تاجیکستان دسترس کنید. ثروتمندترین مرد بابل، این کتاب هم بهت کتاب خواندنی باب است و هر کسی که میخواهد که دایر به سطح زندگی و طرز درست استفاده کردن مبلغ و چگونه مبلغ کار میکند. سام بگت چلک و ویلون، یعنی این ثروتمندترین مرد بابل، نوشته جورج کلیسون. این کتاب رو ما چند مرتبه از برنامه کتابخوان گفتیم. خوشبختانه این کتاب در همه فروشگاه تاجیکستان با 3 زبان، روسی، تاجیکی و انگلیسی فروخته می شود و با خط فارسی می توانید جستجو کنید از شبکه‌های اینترنتی و شکل الکترونیش هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی پخش شده است این کتاب. و با دیگر توصیه می‌کنم، واقعا کتابی خوب است، کتابی خواندنی باب است، چون که علیم جان هم دانشمندن، محقق هستند، طبیب هستند و هم راهبر هستند. گفتند که این کتاب برایشون در جمع کردن مبلغ و کارکرد مبلغ کمک کرده است. خوب کتاب دیگر مالخانه سکوتنی دوار. مالخانه رو به زبان تاجیکی خوندید و به زبان روسی؟ ما با هر دو زبان میره خواندم، هم زبان روسی هم زبان تاجیکی. کتاب به حد کتابی نغز است. فکر میکنم که خواندن این هم مهم است. جورج ارویل مالخانه که به زبان تاجیکی ترجمه شده است از انگلیسی و از شکلی با زبان انگلیسی روسی هم این کتاب، یعنی با 3 زبان خوشبختانه فعلا در بازار فروش کتاب تاجیکستان موجود است. واقعا کتابی خرد ولی پرمضمون، یک کتابی هست که حتی با طریق طنز نوشته شده است و بسیار کتابی جالب است. ما از برنامه کتابخوان این کتاب رو برای شما توصیه میدیم و وقت کردید اگر بخونید وقتتون بهوده نخواهد گذشت. دیگر کتاب، این کتابی چورنی لبن قونیسیونیزم، من این کتاب رو در برنامه کتابخوان دیده بودم و بعد از اون خوندم. در حقیقت کتابی خواندنی باب است. بسیار از تماشابینان کتابخوان با ما میگویند که ما کتابایی که به شما توصیه میکنید میخونیم و سوال جواب میشن. من خواهش میکنم اونهایی که کتابی توصیه کرده ما رو میخونن در زیر شرح بنویسن تا ما کتابای نو رو معرفی کنیم. چورنی لبن، نسیم نیکولز طالب، یک کتاب خیلی مشهور در جهان است و از این برنامه کتابخوان ما معرفی کردم. گفتیم که کاش همه اونها که درس‌های معارف کار میکنن این کتاب رو بخونن، این کتاب به نفع خواهد بود. این کتاب فقط با زبان روسی و انگلیسی در فروشگاه کتاب موجود است. این کتاب هنوز به زبان تاجیکی ترجمه نشده است و اونهایی که میخوان با خط فارسی بخونن، یعنی با زبان فارسی بخونند، میتوانند از طریق جستجو در گوگل شکل الکترونی این کتاب دسترس است، این کتاب رو بخونن و واقعا یک کتابی خواندنی باب است. اولین بار دیگر به برنامه خوش آمدید. واقعا برای ما افتخار است که با جوانانی مثل شما صحبت میشیم، اونایی که در پی علم هستند، دانش هستند و مهمتر از همه در همین شرایط تاجیکستان به همه مشکل ها نگاه نکرده به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول هستند. در آخر میخواستم خلاصه این صحبتتان رو به بیننده برنامه کتابخوان بگید، ما صحبت رو به انجام برسونیم و برای جوانان ما، برای مخاطبان این برنامه چی گفتنی هستید؟ کاری که تو رو به حق رساند علم است، مالی که زی تو کس نستاند علم است. جز علم طلب مکن که در هر دو جهان راهی که به مقصود رساند علم است. راهی به علمی فکر میکنم تاریکی است و هیچگاه ما موفق شده نمیتوانیم. بار دیگر رو دار میشم که در صحبت با ما بودند علیم جان، راهبر مرکز اینتلکت که با تربیت نسل نورس مشغول هستند و این چنین دکتر هستند، با بلاگری هم میکنند و این چنین با تحقیق و نوشتن کتاب و رساله ها نیز مشغول هستند. بار دیگر با برنامه خوش آمدید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاروی آورتان.